اینجا لوبیای شیکاگو، سحرآمیزترین لوبیای دنیا که اسم اصلیش هست دروازه ابرا، به خاطر اینه که مثل یه دروازه‌ای از زمین به سمت بالای آسمون خراش‌ها تمام آسمون خراش‌های این شهر شگفت انگیز شیکاگو رو میشه توی این لوبیا دید و این اثر هنری قشنگ میاد انسان و آسمون و روح شهر و آسمون خراش و تمام اینا رو با هم دیگه تلفیق میده. به نظر من واقعا یکی از باحال‌ترین و مناسب‌ترین آثار هنریه که توی وسط یه شهر میتونی پیدا کنی و ببینی و چقدر برازنده، چقدر زیبا که توی این شهری که از نظر معماری و شهرسازی یکی از پدیده‌های دنیاست، نه یک بار بلکه دو بار این شهر رو اومدن ساختن. اولین بار روی باتلاق این شهر رو ساختن، کلی نوآوری معماری انجام شده که این شهر رو بسازن، ولی بعد تو آتش سوزی سوخته و یه بار دیگه کلی نوآوری کردن که این شهر رو